توبی طلایی اگر اوید جایزه‌های انفرادی گپ زنیم پس از اون دیده دستاورد بهتر نیست. هر سال پس از سپردن اون بحث و مناظره‌های زیاد سر میزند، خصوصا بین مخلصان مسی و رونالدو. زیرا چطوری که میدانیم از سال 2008 تا این جانب این فوتبالبازان در اروپا حکمرانی میکنند و به دیگران قریب امکان نمیدهند که جایزه ها را به دست آورند. راستی در بین لوکا مودریچ آن را به دست آورده است که تا به امروز غالبیت او برای مخلصان کریستیانو خیلی دردآور باقی میماند. به هر حال از روی هنرنمایی انفرادی آن سال کریستیانو بهترین بود، ولی مودریچ تنها برای آن که منتخبش تا فینال جام جهان برآمد صاحب این جایزه گردید. شاید از طرف دیگر لوکا در حقیقت ارزنده این جایزه بود، کی میداند. اما به هر حال زندگی همین خیلی است که همه فکر و عقیده گوناگون دارد. برای مثال اگر رونالدو در دوام موسم همه جایزه ها را به دست آورد و حتی 1000 گل زند، اما مخلصان مسی هیچگاه با آن راضی نخواهند شد که کریستیانو توپ طلایی را به دست آورد و یا اینکه برعکس. در فوتبال فاکتور مخلصی نقش مهم میبازد و در چنین لحظه و عدالت فراموش میشوند. سخنهای زیادتی بسیار شدند و از موضوع دور رفتیم. برمیگردیم به توپ طلایی و در برنامه امروز میفهمیم که کدام فوتبالباز امسال انیق توپ طلایی را به دست میآورد و چرا ما اینقدر با باوری گپ زده ایستادیم. برای قدردانی لایک قیمتبای خود را فراموش نکنید. ما باشیم سر میکنیم. شما ورزش را دوست می‌دارید و می‌خواهید که تماشای رقابت‌ها و بازی‌ها را باز هم جالب‌تر کنید؟ این طور باشد می‌توانید از خدمت‌رسانی‌های دوستان ما از یک ایکس استفاده کنید. اینجا به همه رویدادهای ورزشی کوفیسینت‌های بلند و بونus‌های گوناگون پیشنهاد کرده می‌شوند. اگر شما تا حال رجیستراسیون نکرده باشید، پس برعکس به شما خوشخبر دارم. هنگام رجیستراسیون اگر در جای پروموکد کلمه تشفیت را استفاده کنید، پس به شما تا 1140 سومانی بونوس می‌دهند. امکانیت را از دست ندهید. سیلکای بازی در комментария. تا دور یکچارنی‌های لیگ چمپیون‌ها که حالا باوریا هنرنمایی‌اش را در این مسابقه ادامه میداد، مثل سال گذشته روبرت لواندوفسکی در رویخط فاوریت‌های توپ طلایی با باوری در جای اول بود. او بهترین فوتبالباز دستش به حساب می‌رفت و در دوام موسم در توپ 5 چمپیونات‌های اروپایی بهترین بمباردیر دانسته می‌شد. اما همگی یک جراحت که به لواندوفسکی نگذاشت ضد پسژ به میدان برآید، دستش را از رخصت به دور نوبتی لیگ چمپیون‌ها و خود او را از شانس به دست آوردن توپ طلایی محروم گرداند. بعد این لیدر در رویخط فاوریت‌های توپ طلایی عوض شد. تا آن دمی که پسژ هم از لیگ چمپیون‌ها محروم نگردید، ستاره اساسی آن کیلیان امباپه در رویخط فاوریت‌های توپ طلایی در جای اول بود، ولی در نتیجه نگولو کانته در جای یکم قرار گرفت. زیرا با هنرنمایی خود در بازی‌های پولوفینال و فینال لیگ چمپیون‌ها همه مخلصان فوتبال را به حیرت گذاشت. چلسی لیگ چمپیون‌ها را به دست آورد و در همه این سه بازی‌های حل کننده محض کانته بهترین فوتبالباز اعتراف گردید. برای مستحکم کردن موقع خود برای به دست آوردن توپ طلایی به نگولو کانته لازم بود که تنها با منتخب فرانسه در یورو نتیجه خوب نشان دهد. اما فرانسوی‌ها به طور هنگاماوی چمپیونات اروپا را ببرار انجام دادند و با همین امکانات کانته هم برای غلوب توپ طلایی شدن کمتر گردید. باید قید کنیم که رویخط فاوریت‌ها را نشریه گولکام نشر می‌کرد و پس از هر بازی موقع فوتبالبازان تغییر می‌یافت. موقع فاوریت‌ها را متخصصان فوتبال و مخلصان طریق آوازدهی معین می‌کردند. اگر نتیجه‌های بعد در منتخب امکان کانته را برای غلوب توپ طلایی شدن کم کرده باشند، ولی با مسی حالتی برعکس رخ داد. شما شاید باور نکنید، اما لیو پیش از کوپا امریکا در رویخط فاوریت‌ها در جای 8م قرار داشت، ولی پس از این مسابقه حالت تماما تغییر یافت. در هفته کوپا امریکا مسی بهترین هنرنمای خود را نشان داده 4 گل زد و 4 پرتافت گل‌آور داد، یعنی او در 9 گل دستش اشتراک کرد. این در حالی است که در کوپا امریکا آرژانتین 12 گل زده است. همه این زحمت‌های مسی بی‌فایده نبودند. در نتیجه او اولین جایزه خود را در منتخبش به دست آورد و البته این دستاورد لیو را در رویخط فاوریت‌های توپ طلایی به جای اول برآورد. همچنین حمله‌گر آرژانتینی بهترین بازیگر و بهترین بمباردیر کوپا امریکا اعتراف گردید که این برای توپ طلایی را به دست آوردن باز هم کمک بیشتر می‌کند. و در عموم اگر به توپ طلایی همچون جایزه انفرادی نگاه کنیم، پس مسی همه طرفه ارزنده است. در سال 2021 مسی در 20 بازی بهترین فوتبالباز اعتراف گردیده است. لیو در 68% همه بازی‌هاش بهترین بازیگر دانسته شده است. شما تصور میکنید تنها در 32% که در آن مسی اشتراک کرده است دیگر فوتبالبازان توانستند که این جایزه را به دست آورند. همچنین مخلصان جورجینیو را برای به دست آوردن توپ طلایی همچون وریانت پیشنهاد کرده ایستادند و حتی بعضی‌ها او را فاوریت اساسی هم میشمارند. بله، او غالب لیگ چمپیون‌ها و یورو 2020 شد، اما توپ طلایی برای به دست آوردن جایزه سپاریدن نمی‌شود. اینجا پیش از همه هنرنمایی الوهیده و نتیجه‌های فوتبالباز را به نظر می‌گیرند. این را
бояд дар хотир дошта бошем. хулас бо боварӣ гуфтан мумкин аст ки Месси ғолиби тӯби тиллоӣ мешавад, яъне ҳафтум ҷоизаи худро ба даст меорад. фаворити асосӣ будани ӯро на танҳо нашрияи Голком, инчунин худи Франс футбол ҳам тасдиқ кард, яъне ҳамон нашрие ки тӯби тиллоиро месупорад чунин мешуморад ки айни ҳол Месси фаворити асосӣ баҳри ба даст овардани ин ҷоизаи бонуфуз мебошад. медонам ки бисёриҳо бо ин чиз розӣ нахоҳанд шуд, бинобар ин аз шумо хоҳиш дорам ки дар комментария фаворити худро нависед ва шарҳ диҳед ки барои чӣ маҳз ин футболбоз бояд арзандаи тӯби тиллоӣ гардад. бо ҳамин тамом дӯстон, бо шумо буд канали Футбародарон. боварӣ дорам ки иҷодкориҳои мо ба шумо писанд омада истоданд ва дар ҷавоб шумо дастгирии худро фаромӯш накарда ба канал обуна шудед ва аллакай лайки қиматбаҳои худро гузаштед. хайр, то барномаҳои оянда.